کپسولای مرگ، نشانه جدا شدن انسان از آفریدگار، معنویات و فطرت. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و تماشاگران گرامی. در شویتساریا نوعی از دستگاه به اصطلاح گومانی برای اختیاری از حیات برآمدن به کار می‌دراید. این کپسول با گاز آزاد پر شده در مدت چند دقیقه فعالیت مایع سر انسان را و نفس را قطع می‌کند و انسان به درد می‌میرد. جانبداران آن میگویند که این راهی بیشتر انسانی برای کسانی است که از بیماری‌ها تبابت نشونده رنج می‌کشند، اما از نگاه شریعت اسلام و نیز از موقع عقل سالم این یک پدیده خطرناک است، زیرا حیات و جان انسان امانت الله است. قرآن می‌فرماید خودتان را مکشید زیرا الله به شما رحیم است. سوره نساء آیه 29. انسان مؤمن می‌داند که حیات و مرگ در دست پروردگار است، لذا خودکشی نوابسته به شکل و تکنولوژی آن عمل حرام و از گناهان کبیره است. این نتیجه مادی‌گرایی است و نداشتن ریشه‌های معنویات. بنابر این جامعه‌ای که معنای زندگی را تنها در سلامتی جسمانی می‌بیند، وقتی با رنج یا پیری روبرو می‌شود، خاموش کردن حیات را راه نجات می‌پندارند. بدون شک و شبهه این تفکر نتیجه مادی‌گرایی کامل است که روح و مقصد اصلی آفرینش را فراموش کرده است. در اسلام بیماری و رنج تنها فاجعه نیستند، بلکه رنج و درد، امتحان و وسیله پاک شدن گناه و بالا رفتن درجه در نزد الله جل جلاله می باشد. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ مسلمان به او رنج نرسد، حتی خاری که او را زند، مگر آن که الله به آن گناهایش را محو میکند. امام بخاری و مسلم. این دستگاه و چنین اندیشه یعنی از دست دادن ارزش انسانی است و تکنولوژی هایی که مرگ را به یک خدمت فرمایشی تبدیل می‌دهند قیمت حیات را پست می‌کند. اگر امروز این برای بیماری های سخت اجازت باشد، فردا می‌تواند به حالت های دپرسیا، مشکلات مالی یا حتی دلسردی از زندگی نیز گسترش یابد. کپسول مرگ نشانه جامعه است که الله را فراموش کرده حیات را تنها یک مکانیزم بیولوژی می‌بیند، زیرا مادی‌گرایی و گم شدن معنویات حیات را به ارزش می‌کند، در حالی که از نگاه اسلام زندگی صحنه امتحان است و مرگ تنها در وقت می‌آید که پروردگار آن را می‌خواهد. لذا نه تکنولوژی و نه قانون حق عوض کردن این قرار خداوند را ندارند. وقتی که وقت و ساعت هر یک انسان به پایان می‌رسد، حتی بر او یک ثانیه نیز داده نمی‌شود. پس خداوند می‌گوید مرگ را یاد آورید و همیشه برای مرگ آماده باشید، زیرا یگان انسان، یگان شخص در این دنیا باقی نیست. حل حقیقی در رشد معنویات کمک به بیماران، صبر و امیدواری به رحمت الله است، نه در اختراع دستگاه‌های کشتن خود. نجات حقیقی در صبر و داشتن معنویات و امید به رحمت پروردگار است، نه در کپسول مرگ. پروردگار عالم برای هر یک ما و شما در آخرین حالتهای زندگی، یعنی در سکرات الموت، ایمان نصیب روزیمان می‌گردد. این بود نوار امروزه برای شما رساندیم. خداوند از همه ما و شما راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.